سلام و به آزادی آنلاین خوش آمدید. امیدوارم صحت و سلامت هستید، نقاب طبی هم دارید و باور دارم هنوز کسی شما را جریمه نبسته است. امروز در این باره صحبت میکنیم. خبری قانونی شدن جریمه برای نداشتن نقاب طبی در تاجیکستان در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام بحثی داغی را برپا کرد. گروه باور دارند که کار خوب شده است تا مردم در فکر سلامتی خود و اطرافیان باشند. ایده دیگر ناراضی‌اند که برای خریدن نقاب طبی پول کافی ندارند و این تصمیم به مقامات برای دادن جزا و گرفتن رشوه دستک خواهد شد. در حالی که به نوشته خواننده با نام جابیروف در اینستاگرام معلوم نیست مردم در کجا نقاب طبی داشته باشند یا در هر کجا به نقاب دیدند مردم را جریمه می‌بندند. جریمه برای نداشتن نقاب طبی بعد بیش از 2 ماه اعتراف رسمی کرونا ویروس در تاجیکستان به شکل قانون درآمد. بنا به تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری وارد کرده شد، برای نداشتن نقاب طبی از 116 سامانی تا 290 سامانی جریمه می‌بندند. کاربری که نامش را نگفته است در سامانه رادیوی آزادی چنین می‌نویسد: با این قانون مردم یک عمر نقاب گرفته گردند. وزارت تندرستی باید از اول وجود بیماری را پنهان نمی‌کرد. بعداً از این بیماری الکی 3 ماه گذشته است نو قانون قبول می‌کنند. این قانون تنها برای حق جمع کردن است و بس. برخی از شهرنویسان گفتند گپ درباره تعیین جزا نمی رود. گپ درباره اندازه جریمه است که نه همه امکان پرداختنش را دارند. کاربر به ذکر نامش نوشته است مردمی بیچاره را به حال خودش گذارید. برای نان پول نمی یابد، از کجا برای نقاب و پرداخت جریمه پول یابد؟ چندی از شهرنویسان میگویند هنوز بیماری کرونا ویروس نو از بین نرفته است و رعایت قاعده‌های بهداشتی و داشتن نقاب طبی باید جدا رعایت شود. به نوشته رستم در سامانه رادیوی آزادی، تعیین جریمه برای نداشتن نقاب طبی با هدف پیشگیری از بیماری کووید 19 خوب است. یک دفعه جریمه کردند، مراتبه دوم هوشیار میشوند. سالمی هر شخص به خودش وابسته است. خالنظر گفته است که او هم جانبداری چنین قانون است، زیرا یکی از راه‌های اساسی پیشگیری بیماری کرونا ویروس داشتن نقاب است. دیگر اینکه یگان دولت یگان وقت به ضرر مردمش قانون قبول نمی‌کند. بعضی از شهرنویسان این مسئله را در میان گذاشتند که چرا مقامات به خصوص مردم کم بزاعت را با نقاب‌های طبی تامین نمی‌کنند. خواننده با نام عثمان گفته است من بیکار در هر 2 ساعت نقاب طبی را از کجا یابم؟ اگر جریمه شوم پول جریمه را از کجا یابم؟ حکومت اول جای کار تشکیل کند. دلمراد در جواب نوشته است مقامات به مردم نقاب طبی میدهند ولی آنها میفروشند. اگر بیمار شوید هم از نظر مالی و هم روانی ضرر میبینید. نقاب طبی همگی 2 سامانی است و یا خودتان میتوانید آن را در خانه بدوزید. آف رحمت هم به این بحث همراه شده و نوشته است تنها در حالتهای ضروری از نقاب طبی استفاده کنیم، وگرنه مردم مجبور میشوند از نقاب‌های افلاس به طور دوامدار استفاده کنند. شهرها خیلی زیاد و گوناگونند. تا این دم در زیر این خبر در سامانه‌های تاجیکی و روسی رادیوی آزادی بیش از 100 شهر نشر شده است. اگر شما هم گفتنی دارید به ما بنویسید یا که در نوار ثبت کرده و فرستید به این شماره که میبینید. ایمو و تلگرام و واتساپ و وایبر داریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.